علیکم السلام. دوستان عزیز ما رسیدیم از مرکز نوحه‌ای عینی تا اینجا، یعنی دهه وشب 57 کیلومتر راه بوده است که ما اومده رسیدیم و اینجا ما رو پیشواز میگیرن. السلام علیکم. خیلی شما خوب هستید؟ اینجا هستید؟ شما درستید؟ السلام علیکم. السلام علیکم. خوب هستید؟ اینجا هستید؟ ما از تلویزیون ولایت سوخت به تماشای همین منظره دلفریب اومدیم و حال ما برای ما اطلاع دادن که همینجا یک مزاری هست با نام شمسی تبریزی، نه؟ شما میدونید کجا هست؟ البته مرامات همینجا. همینجا؟ نزدیک، دور نه، همینجا نزدیک. خب بیاد میرم نمیشه. بیاد نباشد حضور درباره همین وشب کمتر حرف میزنیم. وشب یکی از دههای قدیمی همین جماعت دهات شامپوش نوحه عینی به حساب میرفت. راستی گفتی ما از شنید ما همین که معنای کلمه وشب این مدت زمان با تغییر یافتگی اصلش گیری میگه بشب. بشب این معنای اون رو داره که گویا که در این ده شب نیست، تاریکی نیست، ظلمات نیست، همه وقت روز روشن است، هوای صاف است، آرامی است. همین عجیب این همین معنا رو داره. در مرور زمان کتی همین معنا شکست کلمه شکسته بشب گویا که وشب شده بود. خب دوستان عزیز، حالا بابای کمال برای ما گفتن که وشب این اصلا نام اصلیش این وشب است، یعنی اینجا گویا شب نیست. و تا جای من اطلاع دارم در کتیبه های قدیمه سوختی وشب در دو شکل اومده، وشب و وشک که فراوانی آب و گیاه را دارد و عموما در مجموع همین دهه وشب تاریخی بیش از 1000 ساله دارد. دهه وشب مرکزی جماعت دهات شمتوچی نوحه عینی به شمار می رود. اهالی این منطقه زیاده از 2000 نفر را تشکیل می دهد و مردم اینجا زندگانیشان را از روی چروه‌داری، زراعتکاری و باغداری به پیش می برند. دهه زیبای خوشمنظر وشب مثل اکثر شهر و دهات تاجیکستان تاریخ قدیمه دارد. تاریخ شناسان می گویند که وشب 1300 سال باز موقعش را عوض نکرده است. اینجا برای ما گفتند که در مرکز ده هم مزار است با نام شمسی تبریزی که زیارتگاه اکثر سیاحان به شمار می رود و ما همراهشان اومدیم تا از این مکان هم دیدنی کنیم. ما از تلویزیون ولایت سوخت اومدیم به زیارت همین مزار. مزاری که حالا ما به شما قرار داریم با نام شمس‌الدین سبزپوش تبریزی معروفم. این شخص اساساً آخرهای عصر 12 و اول عصر 13 اون رو بسر بردن. از همین گوشه کنارهای جمهوری بیرون از حدود جمهوری تمام زیارت کنندگان اینجا زیارت میکنن و بسیار وقتهای میشود که تاثیرات خوب برداشته میروند از اینجا. شمس‌الدین سبزپوش تبریزی کودکی به دنیا اومدن که تماما از دیگر کودک‌ها فرق می‌کردند و استادهایی که با این علم وابسته کرده می‌شدند از عهده استادی کردن حتی نمی برآمدند. اولین استاد شمس تبریزی شیخ ابوبکر بود. شیخ ابوبکر از شمس‌الدین می‌فهمند که شمس‌الدین می‌گوید که من تمامی تغییرات هایی که بین زمین و آسمان میشن من میبینم، اما افسوس میکنم که مردم نمیبینن چون انسانی ببینن. حتی با پدر و مادرش هم میگویند که من چوجه مرغابی، اما برادران و خواهران من چوجه مرغ خانگی. این در کدام اصل در همون اساس بود که
تمام همین تغییرات های عالم با حس میکنم بوده که خودسو بعد از اون شیخ ابوبکر از این گفتار شام در حیران میافتند و دیگر استادها میسپارند بعد از شیخ ابوبکر استاد رکن الدین سجاسی بعد از اون عراقی بعد از اون بابا کمالی جنده و بعد از اون که به بلوان میرسند شمس تبریزی بزرگ میشوند جستجوی استاد بهترینشون جلال الدین رومی که در شهر خود ترکیه در مدرسه جلال الدین رومی استادشون بودن یا شاگردشون؟ هر دو به هم دیگر هم استاد هم شاگرد. بله. وقتی که آنها وا میخورند در شهر خانه ترکیه این در تاریخ آخری دو بار گفتن نوشته شده است. یعنی بعد از آن که جلال الدین رومی با شمس تبریزی وا میخورند تماما عملیات همون سرنویسی دیگر کارهای جلال الدین رومی تغییر می‌یابد. یعنی با صحبت نشسته تماما از بحر کار مدرسی دیگر تعلیم دادن در مدرسه دست میکشند جلال الدین رومی. برای همین مردم بدگویی میکنند که در هر وقت این بدگویی کردن شمس تبریزی از این پای برده غیب میزنند. مثلا شمس مثل انسانی بودن که اگر این دم اینجا به وا میخوردن مردم بعد یک چند مدت با یک جوی دیگه یک منطقه دور به ما میخوردن. شمس پیدا میشدن شمس که به همین خاطر شمس تبریزی را شمس کرام میگفتن. بیاید درباره همین حرف میزنیم که چرا محض مقبره شمس تبریزی همینجا یعنی دهه ویشب. اساساً سبب از کنیا به این طرف برگشتنی شمس تبریزی در اون است که شمس تبریزی به نزد استاد بهترینشون بابا کمال جندی می آیند در خوجند. بعد از اون در همین طرف میمونند به امارت بخارا رفته. از امارت بخارا برای زیارت ابو موسی اشعری به سرحد دریای زرافشان میروند. همراه شمس تبریزی دو نفر راهبلد بوده است موافق روایت ها. هر دو راهبلد همراهشون در همین آمده در همین قشلاق دم میگیرند یعنی خوب میکنند. سحر میخیزند شمس تبریزی به راهبلد ها میگویند که من باید در همین جا مانم. شما به امارات بخارا رفته گویید که من در همین جا میمونم باید من در همین جا وفات کنم در همین جا خاک شوم. بعد از جواب دادن راهبلد ها در همین جا میمانند و در همین جا وفات میکنند. مردم در همین جا گور میکنند. این یک موضعی هست که اگر درست‌تر به همون موضع قشلاق نگاه کنید یک تیغه از همین جا سر بشود تا به گذشتن به ناحیه دیوشتی چند ناحیه غنچه همین تیغه ای است که دوم یک شمال فورا می‌وزد. این شمال اون همین دوام سال و دوام شبانه روز بعد وزیده می‌ایستد. اینا انتخاب کردن یعنی همین بزرگوار در همینجا خاک شدن که مردمی تمامی آنهایی که زیارت میکنند از اینجا حلاوت ناب میبرند و تاثیرات زیاد گرفته میروند. و اکنون درباره دانستن نام همین بزرگوار ما اگر به تاریخ نظر اندازیم سال 1512 نبیره تیمور بابر مرزا آمده زیارت کرده که اما درباره بابر مرزا ما نمی‌دونیم که زیارت کرده لیکن در همین خط دریا سنگ‌ها و نوشته‌هایی است که همین اثبات میکنه همین رو با ما میفهموند. بعد از اون سال 1842 امیر نصرالله به اینجا اومده با سپارش امیر نصرالله همین مقبره که حاضر ما سال 2000 ما سری نو کردیم مقبره خردکک بود با سپارش امیر نصرالله ساخته شده است. سال 1869 پادشاه افغانستان عبدالرحمن خان اینجا زیارت کرده است. یعنی وی با سبب آنکه حکومتش رو از دست داده بود برای زیارت آمده در همین جا نشسته. بعد از اون که برگشته بعد زیارت افغانستان رفت حکومتش از سر نو برقرار کرد. برای همین چهارم شاهی که اینجا زیارت کردن یعنی جناب عالی پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت پرزیدنت جمهوری ما امام علی رحمانند که 10 ایول سال 2010 اینجا زیارت نمودند.
مولانا شمس‌الدین محمد ابن علی ابن ملک ددادی تبریزی یکی از شخصیت‌های کم نظیر عالم عرفان محسوب یافته از مرشدان اساسی مولانا جلال الدین بلخی به شمار می‌رود. در کشورهای فارسی زبان برای این عارف بزرگ گورخانه تعیین کردند، اما مردم کوهستان گورخانه شمس تبریزی را به همین جا یعنی دهه وشب احتمال می‌دهند. بسیار عزیز، راستی من نمیدونستم که شمس تبریزی آخر عمرش را همین جا گذرانده است و مقبرش هم همین جا هست، یعنی در همین جا دفن شده است و همین جا هست نه؟ البته و بسیار تاریخ اثبات میکنه این رو که همون بابر مرزای عبدالرحمن خان زیارت کردن، شمس تبریزی در همین جا گفته تاکید کردن که من حتی بعد از اون که حتی گفتم که امیر بخارا امیر نصرالله خدای با سپارش خدای استاد جمع کرده حتی مقبره ساخته است. این همون تاکید همون ها است که ما بعد سوانی مردم فهمیدن که به نام مولانا شمس الدین سبز تبریزی میگفتن. همین خیلی مردم میگویند که حتی در ترکیه هم در ایران هم قبرشون هست لیکن جسد نیست، جسد در همین جاست. یعنی مقبره اصلی همین جاست. خب اینجا چی هست؟ اینجا چی در هست؟ اینجا میتونم دونم. این در برای اون است که استوهای همین قشلاق استوهای همین چی میگن دیوار ما برای اون که بالای گنبد دو این تازه کرده استند، همین خیلی جو میمونن که در اومده سری چاوا اون رو تازه کنن. برای تازه کردن گنبد است. چگونه میبرن؟ این نرمال میمونن، برای اومده تازه میکنن. در همه وقت یلا است. کشاده است. خب بیت نباشد. مرحبا. موافق نقل و روایت‌های مردمی در همین خانقاه تا ایام انقلاب اکتبر کلیات شمس تبریزی معروف به دیوان کبیر جلال الدین بلخی نگهداری میشد که بر اثر کتابسوزی‌های دوران انقلاب احتمال از بین رفته است. عزیز، بر زمین اون که جای زیارتگاه هست یک منظره زیبا دارد، یک بادی فورم دارد و اینقدر نقش و نگار و اینقدر زیبایی، راستی یک بوی خوشم هست. وقتی که ما در آمدیم به این زیارتگاه یک بویی که من نمیدونم، یک بوی خیلی شیرین بود و اینجا من میبینم یک سنگ هست که چیزی نوشته است. راستی گپ من خطی فارسی رو میفهمم اما زبان عربی رو نمیدونم، ولی میبینم چیز نوشته است اینجا. فکر میکنم درباره تاریخ همینجا است یا درباره چی است، راستی نمیدونم. اینجا کسی میباید پیش از رفتن دستخط خودش را میگذارد. ما اینجا دستخط چندین چهره های شناخته را دیدیم و اسم خودمان را همینجا نوشتیم و سایه دست گذاشتیم. اینجا مسجد نیست، مدرسه هم نیست. اینجا جایی هست که هر نفر اومد به زیارت این موضع میباید یک نصیبی میکند و راهش رو ادامه میدهد. اینجا یک خانه های مای نمیده بود برای اینکه مردم اینجا کم میومدن، مثلا برای زیارت آدم بسیار نیست، هم خانه های مایده بود. وقتی که بعد از اون که جناب اولی اومده رفتن مردم اینجا زیارت میکردن که تماما چیکار میکنن، شرایط تغییر یافت، زیارتچو زیاد شدن، حتی از مملکت‌های خارجی میبیان از گوشه کنار خود جمهوری خودمون. بعد مجبور شدیم که همین جاها رو وسیع‌تر کنیم. این خانه ها یک دو تا سه تا همین برای تامین کردن طلباتی هم زیارت کنندگان و همین خانه های وای ساختیم که هم مردم چی میگن هم راضی رو از همون زیارت کردگی. از کدام کشورها بیشتر سیاح میبیان؟ بسیارتر از مملکت‌های غرب. هم آدمی که داخل میشدن این قشلاق اومده است. حتی فرانسه بود اینجا وای بود، سفیر یابانی اومده که بود، بعد از گرمانیا بسیارتر اومدن اینجا و از رسپوبلیک جمهوری ازبکستان میبیان. چند وقت از ما خود شاهد هستیم از خطای هم اویغورها مسلمان هستیم، اویغورها ما را زیارت میکنن. غیر از این از تمام گوشه کنار این جمهوری خودمون. چی میگویند اومده این منظره زیبا دیده وقتی که زیارت میکنن و این مهمان دوستی رو میبینن تاثیراتشون چه خیلی بیان میکنن؟ چی میگن درباره تو؟ خرسند میشن با همین چی میگن؟ همه زیارت کردگیشون روزه
بسیار تاثیرات خودشون گفته میرم. من کتاب دیده که هم بعضی چیزا نوشته هم همون بسیارتر منظره هم جایگیر شوی هم اولیا اونها بسیار معقول. راستی از بین حیوانات خانگی اسب رو خیلی دوست می‌دارم و آرزوی هم بود که بالایش نشینم. حالا باشد نشستم اما راستی اداره کردن نمی‌توانم و صاحبی اسب رو اداره میکنم. ولی به هر حال نشستیم و به سفر میبریم، راهمون رو ادامه میدیم. پیش از رفتنمان از این دهه با یک سیاح از شویتزاریا بخوردیم که چند سال این جانب در تاجیکستان زندگی میکرده است. راستی ما اول همراهش با زبان خارجی حرف زدیم و خواستیم که تأثیراتش رو درباره تاجیکستان بگوید، اما او در جواب با ما تاجیکی حرف زد و خواهش کرد که همراهش به توی رویم. نامی من اورسولا، من از شویتزاریا. اینجا و من ارزگول میگویند. این نامی تاجیکی من اینجا در وشاب درس میدیم، درسی پخت و پس و علاقه 6 سال در تاجیکستان زندگی میکنم و در کشلاک من عادتا ریمال میپوشم، برای که هم ریمال میپوشند. همینجا آفتاب بسیار است، جنگ بسیار، برای همین میپوشم. رحمت. اینجا 1 سال درس میدیم، لیکن در تاجیکستان 6 سال علاقه زندگی میکنم. اول زبان تاجیکی خواندم، بعد هر خیلی کار کردم. حاضر 1 سال شد من در وشاب کار میکنم. با جماعت تشکیلاتی جماعتی سرافشان من با اونها کار میکنم. چی شما رو آورد به همین تاجیکستان، خاصه به وشاب؟ چی برای شما معقول؟ برای من همه چیز معقول و وشاب برای من خیلی معقول، برای که کوی بلند دارد، آبی تازه، هوای تازه و مردم بسیار نقص. و من معقول شد، قریب رنگی وطنی خودم شد. من اینجا خورسند میشوم، به شهر میروم دلم تنگ میشود. اینجا من خورسند میشوم. خوش آمدید یک بار دیگر به تاجیکستان. ما از دهه وشاب آمدیم و راه دیدیم که مردم دهه پاخود حاصل کارتوشکا رو میغون دارند. ماشینمون رو نگاه داشتیم و فر آمدیم تا لحظه هم باشد کمکشان کنیم. مراجعت به تمام سیاحان، بیاید، من مبالغه نمی کنم، راست میگم، بهشت است. ببینید چقدر کارتوشکاهای کلان و زیبا، کشت و کار خوب است اینجا. بیاید نصیبی کنید. دوستان عزیز، واقعا کارتوشکا رو خوردنش آسان ولی کارش چون ببینید خیلی مشکل است. ما کارتوشکا رو از زیر زمین باید بیرون آوریم، بعد جمع آوری کنیم. با وجود مشکل بودنش ما تجربه کردیم، ولی نمیدونم از دستمون آمد یا نه آمد. همین سلامت باشید. شب مراد برای شما، برای کار همه که هم باشد، برای موفقیت. از خوردنش میبیایید. همین طریق با سیر و سیاحت و تماشای دهات ناحیه عینی یک روز دیگرمون رو هم شام کردیم.
دوستای عزیز ما نو از دهه وشب اومده رسیدیم به مرکز ناحیه عینی. اینجا خوب مرکز ناحیه عینی است و من فکر میکنم این شامی ما همینجا سهر می شود، یعنی در مهمانخانه سبح رفتیم. السلام علیکم. ممکن است؟ خوب است؟ حسن باشد. چشم خوب است؟ برای درستیش؟ ما یک گروه از اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت برای ثبت برنامه اومده بودیم و اینجا موندیم در کوچه. نوری دیده تاج سر خونه دری خانه ما برای شما گشاده است. حتما باشه که معقول است مرحمت گشاده و این شب استراحت کنید. خب سلامت باشید. رحمت داره شما. یواش خدمت کار شده ما. جانم کفی. خب خیلی خسته شدم راستی. صبحی بر وقت ما سفرمان را ادامه دادیم و همراه گروه به تماشای یکی از کل‌های زیبا و سیاحی تاجیکستان اسکندرکول برآمدیم که در همین جا یعنی ناحیه عینی جایگیر است. درازی این کل 3 از 2 کیلومتر بوده، پهناییش 1.5 کیلومتر و در مجموع 14 از 5 کیلومتر دایره دارد. عزیز من اما به اسکندرکول آمدیم و حالا همراه به تماشا می رویم. برای محافظت همین گونه همزولچه ها هست که باید پوشید و می پوشید. خوب رفتیم. اکثریت برای نظرن که اسکندرکول برگرفته از نام اسلوگر یونانی اسکندر مقدونی است که سال 329 پیش از میلاد اتیمینا رو ضبط کرده بود. حالا ما در بین اسکندرکول قرار داریم و به گفت متخصصان اسکندرکول در بلندی 2200 متر از سطح بحر قرار دارد و معنی اسکندرکول هم همین بلندی است، یعنی در زبان سوخدی اسکندرکول رو کولی اسکودر و یا اسکوتر میگفتند که اسکو یعنی بلندی و در باشد دره یعنی موضع است، یعنی ما در موضع بلند هستیم. واژه‌های اسکودر و اسکوتر هم ریشه‌اند و شکل‌های تغییر یافته اسکندر محسوب می‌شوند. آید به این مسئله خبرشناسان به خلاصه آمدند که اسکندرکول در انتهای عصر 17 نام زیرش را گرفته است. دوستان عزیز ما در نزد اسکندرکول قرار داریم و چنانه می‌بینید اینجا سیاحان از تمام کشورهای دنیا قرار دارن و این حال ما می‌رویم با آنها صحبت می‌کنیم. So my name is Frederick. I'm from France and I'm traveling in Tajikistan. I arrived 3 days ago after being in Uzbekistan. In Uzbekistan, cities are nice, but here the landscape is much better. I've been to Kojend, and then I arrived yesterday evening in Искандаркул, and I love the place. The lake is wonderful, and the river, the mountains with all these colors. That's great. As where are you going now? I think I will stay 1 or 2 more nights, and after I will go to Dushanbe. I decided to stop working for about 1 year to travel all around in Central Asia, so I have quite some time for Tajikistan. Thank you. Welcome again, and good luck for you. Thank you. Hello, I am Dhruva. She is Rohini. She is my wife.
We are from Nepal. We like very much Tajikistan. It is very beautiful country. We are already in Tajikistan for more than 5 years. We have visited many beautiful places of Tajikistan. Actually, we live in Kuzan. I am working in Kuzan for an international NGO. I have been several times in Dusanbe also. As well, I have been in Nurek. Nurek also very beautiful place. Kuzan, of course, it is very beautiful place. Kairakum also very beautiful place. Similarly, 7 lakes and Artuz, they are also very beautiful place. Even Panjiken also very beautiful. Overall, Tajikistan is a very, very beautiful country. I am from Nepal. Tajikistan also is similar in nature as Nepal. I hope in future Tajikistan will develop its tourism industry. Can you speak Tajik? No Tajik, I can speak Russian. You understand Tajik? No, not much. Only few words. Rahmat. What do you want to say about here, about Искандаркул? Yes, Искандаркул also very, very, very beautiful place, very cool weather, very nice place. Would you like to say something about Tajikistan? Okay, yeah, very, very likely to say something. We experienced Tajikistan is a very, very nice country. It was nice at the border when we entered in. Everyone is nice and waving at us. Everyone is very helpful in the streets. Yeah. Where are you from? Where are you coming? From Germany. Oh, great. But we only picked up the truck in Mongolia, and now we go back all the way to Germany. Nice. Is she your wife? Yes, exactly. That's my wife. My name is Kevin. Her name is Melissa. Melissa and Kevin. Yes. Nice to meet you. I'm Ehson. Hi, Ehson. Ehsoni Rizzo. And welcome again, and good luck for you. Yes. Cool. Thank you. Thank you. All the best to Thank your you. journalism. Thank you. Good luck. Bye. اسکندریا نام دارد که از اسکندرکول سرچشمه میگیرد. راستی ما از بالا تماشا کردم اومدیم، ولی وقتی که تشنه شدیم اومدیم اینجا آب نوشیدیم. تماشا از اینجا یک کیفیت دیگه داشته است. قدقدی همین دریا رفتن یک شرای زیبا و دیدنی هست. این حال ما همونجا حرکت میکنیم. گروه ایجادی تلویزیون ولایت سوخت همراه میرویم زیر همون شرشره. خب همراه میبینیم.
یخچاله‌ای که برایتون گفته بودیم همینجاست. یعنی دریا از بالا با پایان میپرد. راستی برای تماشا کردن هم جرأت در کن، زیرا در این بلندی ایستاده و پایان نگاه کردن خودش یک دیرو گرده در کن، ولی تماشاش خیلی خوب است، زیبا است. همین گونه دوستان از دهه وشب تا اسکندرکول با یک خرمن تاثیرات برگشتیم. اینجا مردم مهمون را در خانه دلشان پذیرایی میکنند و اینجا هر قطره آب و هر ذره خاکش معجزه است. طبیعت اینجا دیگر است، باد و هوا اینجا دیگرگونه میوزد. آبهای مصفا و گیاهای شفابخش و صمیمیت و محبت مردم ما را نگذاشت که به آسانی از اینجا رویم. خلاص اینجا زیباست، حیات اینجا زیباست، طبیعت اینجا زیباست و اینجا برای استراحت میآیند. یکی مینوازد، دیگری سرود میخواند، سومی شنا میکند و چهارمی به کوه میبرد. امروزمان را هم با یک تأثیرات خاطرمان گذرانیدیم و با تماشای آبشاران و سیر کوهساران سفر رنگی دیگر داشت. ما حالا با شما خیر و خوش نمیکنیم، زیرا سفرمان هنوز ادامه دارد. موافق نقشه ما باید به شهر پنجکند رویم. آنجا از 7 کول سر کرده تا شهرکده سر از اون پنجکند قدیم سیاحت میکنیم و هر آنچه که زیباست و برای ما جالب است و شما هم قصه میکنیم. بیاید شما هم تماشا کنید. جهان زیبایی هست اینجا. I think it's very, very cool. باید برای شما بگویم این است که هر روز جمعه رنگ خود را عوض میکند. خیلی وزنین است، من نمیدونم چگونه این رو میبردارند و به کوه میبرند. لحظه های جالب در پیش است. برو همراه باشید.